یک نفر ساکن شهر بختر به کارمندان میلیسیا در آن خصوص مراجعت کرده است که نفران جنایت پیشه غیرقانونی وارد منزل او گردیده از آنجا جواهرات طلایی و مبلغ‌های جبریده را به یغما برده است. در نتیجه دایر نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی، دو نفر گمانبر در صادر نمودن این جنایت بازداشت گردیدند. شرح این و باز 7 دلیل جنایت دزدی در گزارش همکارمان افق قادریان از ولایت ختلان. با وارد شدن مراجعت و عریضه‌های شهروندان به شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در شهر باختر و ناحیه جیهون عایدی از طرف شخصان نامعلوم از منزل‌های استقامتیشان دزدیده شدن مبلغ‌های پولی، جواهرات‌های طلاگین، چارواهای خرد و کلان با تأسیس دادن گروه‌های فوری جستجویی سری وقت پیگیری نمودن جنایتکاران و بررسی این حالت‌ها مسئولیت کارمندان شعبه‌ها را دوچند کرد. ضمن گذرانیدن یک قطار چاره‌بینی‌ها و فعالیت خوب و خدمت شبانه روزی کارمندان میلیسیا امکان داد تا جنایت‌ها آشکار و گمانبران دستگیر کرده شوند. چنانچه یک نفر ساکن شهر باختر به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر مذکور با عریضه مراجعت نمود که شخصان نامعلوم شب 12 به 13 دکبر سال 2020 وارد منزل استقامتی شده از فرصتی برایشان مناسب هنگام خواب بودن صاحب خانه صندوق آهنین یعنی سیف را که در آن مبلغ‌های پولی، جواهرات‌های طلاگین، نقره‌گین، حجت‌ها و شناسنامه‌ها موجود بودند، تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند که به جبریده به مبلغ 160,000 سامانی ضرری کلان رسانیدند. کارمندان میلیسیا 2 نفر از ساکنان شهر باختر را همچون گمانبر دستگیر نمودند. اینها عظیموف اسفندیار سالی تولدش 1999 پیش 2 مراتبه با ماده های 244 و 247 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است و آدینایف دولت بیگ سالی تولدش 2002 که با مصلحت پیشکی طریق پنهانی دست به دزدی مالکیت غفورов اس زدند که با این کردار قصدانه‌شان به جبر دیده ضرری مخصوصا کلان رسانیدند. 2 نفر از ساکنان ناحیه جیهون را نیز با گمان دزدی چارواهای میده و کلان ساکنان ناحیه مذکور کارمندان میلیسیا بازداشت نمودند. اینها حبیب اللهف محمد غیور سالی تولدش 1988 و نوریدینوف قیام الدین سالی تولدش 1984 می باشند. چنانچه برای رسیدن به مقصدهای جنایتکارانه خود این 2 نفر با مصلحت پیشکی شبانه غیر قانونی وارد چراگاه‌ها و منزل‌های زیستی نفرانی که در همسایگیشان زندگی می‌کردند و خویشان نزدیکشان به شمار می‌روند چارواهای مردم را دزدیده از جای حادثه به مکانی به خودشان موافق انتقال می‌دهند. اینچنین از زمین‌های خواجگی‌های دهقانی ساکنان ناحیه مذکور نسازهای آبکشی برقی را نیز تصرف نمودند و مبلغ با راه دزدی به دست آوردهشان را به فایده شخصی خود صرف کردند. خونه بچه همه کن سیوجنی با همروی همینجوران سری زمینش گوشه گیرید. این 2 نفر در 7 حالتی دزدی گمانبر دانسته شده ضرری به شهروندان رسانیدهشان 40,000 سامانی را تشکیل می‌دهد.